بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان صحابی رو میخونیم که از اهل کتاب هست و مسلمان میشه. داستانی دیگر و ایشون اسمش الحسین هست. حسین با صاد نه با سین. حضرت حسین ابن علی با سین هست، ایشون با صاد هست. اسمش ایشون الحسین هست ابن سلام. الحسین ابن سلام هست و از علمای اهل عبادت یهود هست در شهر یثرب که همون شهر پیامبر شد، بعدها شد مدینه النبی. اون چیزی که مهم هست در این شهر یثرب از افراد متفاوتی اونجا رفت آمد میکردن، زندگی میکردن، از قبایل متعدد. هر آن کسانی که اونجا بودن نسبت به عبدالله ابن سلام توجه خاصی داشتن. به عبارتی الحسین ابن سلام توجه خاصی داشتن، احترامش رو حفظ میکردن و این رو بزرگ میدونستن که این اهل علم هست، اهل تقوا هست. به این صورت و مردم شهرت داشت به این نیکی، به صلاح بودن در رفتار، به اخلاق مناسب، به ایمان و همه صداقت و راستی که در یک فرد باشه. در مورد عبدالله ابن سلام در بین اهالی مدینه از هر قشر و طایفه‌ای این شهرت داشت. مازاد بر همه این رفتارها عبدالله ابن سلام زندگی آرامی داشت، زندگی با حیا، با اخلاق مناسب، با یک آرامش ویژه و زندگیشو تقسیم کرده بود. یعنی وقت روزانه خودشو تقسیم کرده بود به 3 بخش. یه بخششو گذاشته بود که میرفت تو کنیسه، اون محل عبادت یهودیان، در اونجا عبادت میکرد، مردم رو پند میداد، بالاخره درس میداد و کارهایی که باید انجام بده. یک بخش از زندگیشو گذاشته بود برای کار در یک باغی داشت که در اون باغ میرفت کارهاشو انجام میداد و بالاخره خرمایی، انگوری چیزی بود، کارهای اون باغ رو انجام میداد، کارهای کشاورزیشو که باید انجام بده. یعنی مثل یک فرد معمولی که داره کار میکنه. و یه بخش هم از زندگیشو گذاشته بود برای تمرکز روی کتاب تورات که بر موسی علیه السلام نازل شده، کتاب یهودیان، و سعی میکرد تا میتونه موارد اون رو بفهمه و درش دقت بکنه. مدت طولانی این الحسین ابن سلام به حالتی عبدالله ابن سلام مشغول تلاوت تورات بود و تأمل و دقت و بررسی تورات بود. به ویژه در بحث اینی که در تورات بشارت داده شده بود که پیامبری از مکه میاد و این پیامبر کامل کننده رسالات انبیاء قبلی هست و همش این نگاه میکرد که چه نشانه هایی از این پیامبری که قراره در آینده بیاد در تورات وجود داره و خیلی دنبال این بود که بتونه این راه رو پیدا کنه و بفهمه و اون کسی باشه که این پیامبر رو بشناسه. و همش با خودش میگه خدایا میشه تا من زنده‌ام فرصتی پیش بیاد و من این پیامبر رو ببینم و چشمانم به دیدار ایشون روشن بشه و با ایمان آوردن به اون قلبم روشن بشه، ایمانم تازه بشه و جزو اولین کسانی باشم که نسبت به اون ایمان میاره. بله، خداوند دعای الحسین رو یا همین عبدالله ابن سلام رو قبول کرد و زیاد طول نکشید تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به پیامبری برگزیده شد، محمد صلی الله علیه و سلم. و این شرایط هم برای الحسین ابن سلام یا همون عبدالله ابن سلام فراهم شد که بتونه به دین پیامبر، به اسلام ایمان بیاره و اون رو همون گونه بفهمه که بر پیامبر نازل شده و همون گونه پیروی کنه که حقش هست. بذارید داستان رو از خود الحسین ابن سلام بشنویم تا برای ما خودش داستانش رو نقل بکنه، چرا که اینجوری هم زیباتره، هم قشنگتره، هم اثرگذاریش بهتر هست و بهتر میفهمیم که چه میگه و ارزش‌هایی رو که خودش مد نظرش هست در بیان خودش و داستان خودش تعریف میکنه. آره، عبدالله ابن سلام میگه من زمانی که شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه ظهور کردن به پیامبری، من همش به دنبال این بودم که ببینم اسم ایشون چیه، نسبشون چیه، صفاتشون چیه، در کجا زندگی کردن، مردم چجوری به ایشون نگاه میکنن، آیا در کتب گذشته مطالبی در مورد این موارد اومده در صفات ایشون، تا من یقین پیدا کنم که آیا واقعا ایشون پیامبر خدا هست یا نیست، چقدر ایشون صداقت قول داره، صداقت رفتار داره. اما میگه من به یهودیان هیچی نمیگفتم.
زبانم رو مثل اینکه قفل زده باشم، همه این بحث و تحقیقات رو انجام میدادم بدون اینکه به دوستان یهودی خودم یا به قول معروف هم ایمانی‌های یهودی خودم چیزی بگم که من دارم اینو بررسی میکنم. خودم به شخصه به دنبال بررسی حال احوال محمد صلی الله علیه و سلم بودم، چه در کتاب‌های گذشته و چه در حال و هوایی که داشت ایشون از مکه کسی میومد، ببینم مثلا چی از ایشون تعریف میکنه، از گذشته ایشون و از حال ایشون. تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه از مکه تصمیم گرفتن بیان به مدینه. میگه به مجردی که ایشون رسیدن به یثرب که همون مدینه باشه، در منطقه قبا در اولین مکانی بود که ایشون فرود اومدن و ساکن شدن. بعد میگه که ایشون نقل میکنه، میگه یک نفر از بین ما اومد، از بین ما یهودی‌ها خبر داد که بیاین که الان محمد صلی الله علیه و سلم اومده به قبا. میگه من اون موقع روی درخت نخل خرمای خودم کار میکردم و مشغول همون کارهایی که یک مثلا صاحب نخلستان باید انجام بده، روی درختای خرمایی که کارهای معمولی که انجام میده. میگه من اونجا مشغول کار بودم، عمه من هم خالده بنت حارث پایین این نخل زیر سایه درخت نشسته بود و من به مجرد اینکه این گفت آره بیا این شخص اومد، یهودی آورد که بیای که محمد اومده به قبا و اونجا ساکن شده، خبر رو شنیدم، یک دفعه فریاد زدم الله اکبر الله اکبر. یک چنین فریادی زدم. عمه من رو به من کرد که وقتی شنید من تکبیر میگم، گفت خدا تو رو خال و ذلیل بکنه، این چه چیزی هستش؟ من از موسی ابن عمران تا به حال ما چنین چیزی نشنیدیم که بگه الله اکبر. چی شده مگر موسی اگر می اومد تو همچین پیامی شاید نمیدادی که امروز محمد اومده داری همچین تکبیری و الله اکبری میگی؟ این چه اتفاقی افتاده؟ میگه به عمم گفتم عمه جان قسم به خدا این شخصی که الان اومده برادر موسی ابن عمران هست و بر دین اون هست و خداوند این رو برانگیخته بر آنچه که موسی علیه السلام رو برانگیخته بود. میگه عمه من ساکت شد و بعد گفتش که آیا واقعا این همون پیامبریه که به ما خبر داده بودن میاد و آیین ما رو و ما یهودیان رو تصدیق و تایید میکنه و رسالات همه پیامبران رو کامل میکنه؟ من گفتم بله. گفت پس خب خودت میدونی، حالا برو ببین چه جوری. میگه من بلافاصله رفتم به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دیدم مردم اطراف ایشون مزدحم شدن، جمع شدن و حلقه زدند و من هم همجوری خودم رو به ایشون نزدیک کردم. و اولین سخنی که از ایشون شنیدم که داره خطاب به مردم میگه ایها الناس افش السلام اطعموا الطعام صل الارحام. مثلا ای مردم سلام بکنید، سلام رو عمومیش بکنید به هم دیگه، صله رحم رو به جا بیارید، به فقرا و نیازمندان و دوستانتون غذا بدید و تدخلوا الجنة بالسلام، تا وارد بهشت بشید به سلام و امنیت. میگه من خیلی تعجب کرده بودم. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم شروع کرده بود داشت این مطالب رو میگفت و من همینجوری گوش میکردم که ایشون چی میفرماید و من همینجوری دقت میکردم به صحبتهای ایشون که میگه مردم سلام عمومی کنید، غذا بدید، صلوا باللیل، در شب نماز بخونید و ناس نیامون، تا در حالی که مردم خواب هستن، تدخلوا الجنة بالسلام، تا راحت وارد بهشت بشید. میگه من شروع کردم بررسی کردن و نگاه کردن ببینم که آیا واقعا چهره ایشون همون چهره‌ای که یک فرد دروغگو داره یا یک فرد راستگو داره. کاملا نزدیک شدم دیدم نه اینجوری نیست، واقعا این چهره سراسر راستی و صداقت هست. وقتی که نزدیک شدم گفتم و شهیدت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. میگه پیامبر رو به من کرد و گفت اسمت چیه؟ گفتم الحسین ابن سلام. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نه، تو اسمت عبدالله ابن سلام هست. من عبدالله پسر سلام. الحسین معنای خوبی نمیداد. دیگه منم گفتم بله یا رسول الله، عبدالله ابن سلام، از این لحظه اسم من عبدالله ابن سلام هست و قسم به کسی که تو رو به حق فرستاده، من دیگه بعد از این اسم حسین رو دوست ندارم و همین اسمی که شما من دوست دادید عبدالله رو دوست خواهم داشت. بعد میگه من از پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفتم خونه خودم و با همسرم صحبت کردم و فرزندانم و اهل خانوادم، همه اونها الحمدلله میگه مسلمان شدند و با عمه خودم خالده بنت حارث صحبت کردم. اون هم پیرزنی بود و اون هم مسلمان شد. اما با خودم گفتم نگاه کنید، به اونها هم گفتم اسلام خودتون رو پنهان کنید، اسلام من رو، اسلام خودتون رو پنهان کنید از یهودیان تا وقتی که من گفتم شما علنی نکنید اسلامتون رو. من یک هدفی دارم. اونا گفتن چشم، هر چه تو بگی ما همین کارو میکنیم، ما اسلام خودمون رو پنهان میکنیم.
میگه اومدم پیش رسول خدا صلی الله علیه وسلم، گفتم یا رسول الله، من یک هدفی دارم، یک برنامه‌ای دارم، یک نقشه‌ای دارم. رسول خدا گفت چیه؟ گفت نگاه کنید، من تا این لحظه اسلام خودم و اسلام خانوادم رو پنهان کردم. میخوام نقشه‌مو به شما بگم و بعد ببینیم نظر شما رو بدونم در این مورد چیه. رسول خدا گفت چیه؟ خب حالا وقت ما تا امروز تمام شده. دنباله داستان رو میذاریم برای جلسه بعد که ببینیم ایشون چه نقشه‌ای داشت، چه هدفی داشت و چه برنامه‌ای داشت که اسلام خودش رو پنهان کرد و اومد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم این مسئله رو بیان کرد. خب تا روز دیگه و جلسه دیگه در پناه خدای متعال باشید. خداوند یار و نگهدارتون.